تاجیکستان میگوید بر اثر زمین لرزه شدید در ترکیه شهروندان تاجیکستان ضرر ندیدند. همزمان سفارت تاجیکستان در ترکیه این حادثه را پیگیری کرده برای تاجیکانی که در منطقه‌های آسیب دیده از زمین جنبی قرار دارند تلفن باوری را فعال کرده است. در ضمن قبل از شروع برنامه من با بحرالدین ولیف شهروند تاجیکستان که در غازیان تپه مرکز زلزله قرار داشت صحبت کرده وضع را از او پرسان شدم. حکومت گفته است که کسی از زمین هیچ قدم از زمین ساکنان به خانه هاشون ندارند. تا وقتی که همین زمین لرزه زلزله یک پایان یابد. هنوز زمین ادامه داره زمین لرزه. شماره دقیق تاجیکان در غازیان تپه معلوم نیست. از بحرالدین پرسیدم که آنها حالا در کجا زندگی میکنند و چی حال و احوال دارند؟ حالا فعلا هر کس اینجا یک خانه‌ای که مثلا چی هستن خانه‌های قشلاق هستن اونجا رفته هستن یا همین حکومت جا جدا کرده است جایی که مثلا وقتی همین آفت طبیعی شد اونجا مثلا چی میکنن در اونجا میباشن. ما باشم در درون ماشین در بیرون میباشم. سویتور هم خاموش کردگیان یعنی برق هم خاموش کردگیان گاز و برق و آب خاموش کردگیان به خاطر که یگان فاجعه روی نتیجه خاموش کردگیان. تشکر از بحرالدین ولیف که درباره پیامدهای زمین لرزه در غازیان تپه ترکیه معلومات